خدمات مطبوعات دادستانی کشور آذربایجان روسیه روز 24 یونی سال 2022 خبر داد که در شهر چتا یک مورد نکوی قلبکی شهروند تاجیکستان با یک زن محلی آشکار شده است. گفته می شود شهروند تاجیکستان به خاطر در روسیه ماندن و به دست آوردن شهروندی روسیه با این زن بر دروغ ازدواج کرده است. معین کرده شد که ماه ینوار سال 2022 این شهروند تاجیکستان به خاطر بدون ممنوعیت در قلمرو روسیه زندگی کردن و به دست آوردن شهروندی روسیه با یک زن ساکن شهر چتا نکاح قلبکی بسته است. بعد عقد نکاح آنها یک جای زندگی نمی کردند و خواجگی عمومی پیش نمی بردند. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی در پی آشکار کردن این حالت دادستانی به دادگاه مراجعت کرده است که این نکاح قلبکی را بیکار کنند. دادگاه نویه انگاده شهر چتا طلب دادستانی را پورا خانه ساخته عقد نکاح این زن ساکن چتا را با شهروند تاجیکستان بیکار کرده است. برخی شهروندان تاجیک برای با راههای آسانتر صاحب شهروندی روسیه شدن از راههای از لحاظ قانونی نامقبول چون نکاحهای قلبکی استفاده میبرند. در صورت آشکار شدن چنین حالتها شهروندانی که نکاحهای قلبکی کردند از حق اقامت و حتی از شهروندی روسیه محروم گردیده از این کشور اخراج کرده میشوند. وقتهای آخر از روسیه درباره بیکار شدن دهها چنین نکاحهای قلبکی ساکنان محلی با مهاجران تاجیک گزارش‌ها به دست میرسند. تنها در سال 2021 بیش از 103,000 زاده تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. یعنی به حساب میانه هر روز 288 زاده تاجیکستان شناسنامه خاکستررنگ تاجیکی را با شناسنامه سرخ با عقاب دو سره روسیه عوض کرده است. از اول عصر 21 بنا به حساب‌ها بیش از 800,000 تن از زادگان تاجیکستان شهروندی روسیه شدند.